خب این همون کانتینرهایی که گفتم بعد از پایان بازار هر کی هرچی فروخ هر کی نفروخ میاد اینجا میریزن، در واقع دور میریزن و شهرداری فردا میاد اینا رو جمع میکنه میبره. همه لباسای دست دوم و وسایل منزل و کیف و کفش و قابلمه و همه چی. چند تا این کانتینرها گذاشتم، ببینید زباله‌ها رو ببینید بعد از پایان بازار. حتما فردا صبح میام براتون دوباره اینجا فیلم میگیرم از همین صحنه اینجا دقیقاً. بعد معلومه که چقدر برقش میندازن تا صبح، میشورن جمع میکنن میشورن و برق میندازن. خب الان داریم میریم سمت دریاچه پشت خونمون، در واقع اونور سنترومه. این ورودی پارکینگ زیرزمینیه، پارکینگ ماشیناست. اینم سرسره گذاشتن بس واسه بچه کوچیکا بازی میکنن. خب یه چیزی نشونتون بدم دوستان، این سطل زباله ها که اینجوری هن به صورت لوله‌ای هن تو سطح شهر، یکی اینه یکی اونه. اگه واضح باشه برم از جلوتر فیلم بگیرم ازش. اینم یکی، اونورم یکی گذاشتن. در واقع تو اونجا هم یکیه بغل دستگاه ATM. اینم یکی اینجا. حتی این 4 تا فقط توی این محوطن، حدود 50 60 تا. بعد از زیر به لوله وصلن، بعد از داخل به یه شبکه وصلن. در واقع کسی نمیاد زباله اینا رو خالی کنه. در روز 2 بار یا 3 بار اینا به صورت اتوماتیک از پایین مکش میشن و به محل دفن زباله نمیدونم کجا مکش میشن و دیگه کسی نمیاد زباله ها رو خالی کنه و کیسه بذاره و اینا، همه به صورت اتوماتیک مکش میشه. این سطلا رو امروز استثناءً گذاشتن به خاطر روز پادشاه و زباله ها رو که میبینید. خب یه نکته دیگه، بچه ها اینجا دارن بازی میکنن، از پلا میرن بالا و سرسره میان پایین. ببینید اینجا پله است، اینجا سرسره است، دوباره را پله است. واسه آدمای عادیه. بعد اینجا پله برقیه، یکی میره بالا یکی میاد پایین. واسه آدمایی که نمیتونن پله برن بالا مشکل. بعد بغل پله برقی آسانسوره. آسانسور واسه اونایی که با ویلچر یا دوچرخه میخوان برن بالا سوار آسانسور میشن. امکاناتی که گذاشتن یکی آسانسوره، یکی پله برقیه، هم پله عادیه واسه آدمای سالم، این هم واسه بچه کوچولوها که سر بخورن بیان پایین. هم بوتیکای داخل شهرن که امروز معمولا تعطیلن دیگه. هم پم لجنت، این پولنبیره،
اونم زارا، فروشگاه زارا. H&M، وی، فروشگاه وی، اونم H&M فکر کنم اسرائیلیه. نه معذرت میخوام، M&S اسرائیلیه، H&M هلندیه. اینم زاراست. این فروشگاه اسم من درآوریه ولی هرچی مارک داخلشه. اسپورت 2000 پایینه. بازم طبق معمول پله برقی. من فکر کردم تا فردا صبح جمع میکنن آشغالا رو. اومده ماشین آشغاله، یعنی تا فردا صبح اینجا برق میفته، نه تا صبح بیدارن. یه چیز بی‌ناموسیه انگار کشورشون کثیف باشه یا شهرشون. این هم یه ورودی دیگه، همون پارکینگه که اون ساعتی گفتم. این ورودی دیگه است. بعد یه پله قشنگی واسه زدن که به هیچ جا نمیخوره. حالا از اونور بهتون نشون میدم. اونم پارکینگه، اینم ورودیشه. بیوسکوپه، ما تو ایران بهش میگیم سینما، اینا بهش میگن بیوسکوپ. اینم برگر کینگه، اینم KFCه. اینم اون راپله‌ایه که به هیچ کجا نمیخوره. این سکوه برای نشستن، زیبایی. همونا تو کریسمس و اعیاد و اینا اینجا رو نورافشانی میکنن، قشنگ میشه. اینترتویز مخصوص اسباب بازی بچه هاست. KFC، برگر کینگ، جلو بگیرم. چه خبره KFC؟ چه شلوغه. اونم مدیاماره که بعدش هم سمت راستش خونه ماست که داریم برمیگردیم. اینم دریاچه آلبین است. دریاچه بسیار زیبا و قشنگی داره. البته طبیعی، مصنوعی نیست. Een nichtje die was aan het klagen, want het was toch koud in de winter, tot 10 graden. Dat zijn we inmiddels open. باز هم این سطل زباله‌های اتوماتیک که مکش میکنن به شبکه وصلت، همه جا پره، شهر پر از این سطل زباله است. من مرکز تئاتر و هنرهای موزه است، نمیدونم دقیقا چیه، تا حالا نرفتم. موزه است، مرکز هنرهای دستیه.
این هم والیبال ساحلیه. امروز استثناء نیستن، همیشه اینجا شلوغه. معمولا دخترها میان تابستونا والیبال ساحلی انجام میدن. این هم دریاچه زیبا. این هم آبخوریه. نوشته روش درینک واتر. Он в Австрии на отдыхе. همین کافه است بغل دریاچه، مردم نشستن برای شام میخوان غذا بخورن. این هم دوتا زمین والیبال ساحلی، این یکی، این هم دومی، کفش هم شنه.